آقا دیدید بازیکنایی مثل مسی و نیمار دریبلای خیلی زیادی بلدن و یادگیری اون دریبلا ازشون کار خیلی سختیه و خیلی از دریبلا هم ذاتیه، یعنی اینکه اینجوری نیست که ما بتونیم یادشون بگیریم بعد توی شرایط حساس بازی اجراشون کنیم. ولی امروز میخوام یه دریبل بهتون یاد بدم که توی هر شرایطی میتونین اجراش کنین، به خصوص لب خط و برای وینگرها، و اینکه راحت هم از یادگیریش و خیلی هم موثره. هر مدافعی رو میتونید باهاش جا بذارید. بریم سراغش. همونطور که میدونید درصد خطا در انجام دریبلایی که ریسک بالا دارن زیاده و ممکنه اگه به خوبی اونو نتونیم پیاده کنیم زود توپ رو لو بدیم. اما این دریبل خیلی کم ریسکه و یادگیریش هم کار چند دقیقه است. برای انجام این دریبل کافیه یک مکث کوتاه داشته باشید. پای تکیه‌گاه باید در کنار توپ قرار بگیره و پای دیگه با یک حرکت بدنی به سمت عقب حرکت میکنه. این حرکت به سمت عقب مدافع رو کمی از حالتی که بتونه همراه شما استارت بزنه خارج میکنه و موضوع دیگه اینه که شما رو آماده یک حرکت انفجاری میکنه. این دریبل بیشتر به درد زمانی میخوره که کنار خط هستین و مدافعین از سمت روبرو به شما نزدیک میشن. اگه سرعتتون بالاست حتما این حرکت رو در مسابقاتتون امتحان کنید. سینا الان ساعت چنده؟ 7:30. ساعت 7:30 صبح اومدیم براتون تولید محتوا کنیم و یکم کم لطفی اینو لایک نکنید. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اینو لایک کنید، کانال ما رو برای دیدن جدیدترین ویدیوهای ما سابسکرایب کنید و همین دیگه. متشکرم.